سلام دوستای گلمون. بعضی موقع عوض کردن این پایه وقتی سوزن رو میاری پایین خیلی نزدیک یکی از شاخکاشه. برای اینکه سوزن رو بیارید وسط پایه، از این طرف این پلاستیک رو میارید بیرون و داخل اینجا یه دونه پیچ هست. اون پیچ رو شل میکنید طبق این آموزش که من به شما میدم. بله، شل کردم و اینو تکون میدید و طبق این آموزش میارید وسط. سوزن میارید وسط این پایه. سوزن حتما باید پایین باشه. این وسط الان و پیچکوشی رو میندازید و کاملا سفتش میکنید و تمام.